از این قسمت آزادش میکنیم. این سوکت های پمپ بنزین رو جدا میکنیم، میمونه شلنگ پمپ بنزین که یه مقدار به خاطر پرس بودن بد در میاد که باید با یه وسیله حداقل یه کاری بکنیم که این شلنگی خورده گشاد بشه تا در بیاد بیرون. یه مقدار اذیت میکنه در آوردن این شلنگ. ما این شلنگ رو از خود مغزی باز میکنیم، یعنی اونی که از پمپ بنزین مونه فقط اینه و وقتی که قطعه مغزی پمپ بنزین رو نو رو خواستیم جا بزنیم از یک کلپس استفاده میکنیم که برای صفر کردن اون استفاده میشه. یعنی ما پمپ بنزین رو جا میزنیم، کلپس رو هم میبندیم. بعد اینکه این کلپس رو صفر کردیم میریم سوکتاش رو جا میزنیم که سوکتاش کاملا مشخصه، مثبت منفی سایز فیوزاش با هم فرق میکنه. اینا رو جا میزنیم. بعد این قسمت رو جا میزنیم تو پوسته